بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. امام ابو الحسین قدوری رحمت الله علیه در کتاب معروف و مشهور خود مختصر قدوری در بیان مذهب حنفی گفتند که و یستحب فی یوم الاضحى ان یغتسل و یتطیب. مستحب است که در روز عید قربان غسل کنند، یعنی خاصتا مردها و زنها هم غسل کنند، یعنی کسی که به نماز عید می رود. و یتطیب، خوشبویی کند. خوشبویی کردن خاص مردها هست اگر خوشبویی داشته باشد. خوشبویی یعنی حقیقتا خوشبویی باشد. اگر بعضی عطرهای بدبویی باشد او به مقصد شریعت موافقت نمی کند، چون که مقصد شریعت خوشبویی باشد، طبع دیگران را خوش کند نه بد کند. و یؤخر الاکل حتی یفرغ من الصلاة. و مستحب است که خوردن را به تأخیر گذارد تا خواندن نماز، یعنی تا نماز عید خواندن مستحب است که چیزی نخورد. مستحب یعنی حتمی نیست. خیلی که در عید فطر مستحب بود که پیش از آن که به عیدگاه رهسپار شود با چند دانه از خرما تناول کرده بعد به راه برآید. اما در عید قربان عکس عید رمضان است که اول نمی خورد، بلکه بعد بازگشت از نماز عید از قربانی خود تناول می کند. و یتوجه الی المصلی و هو یکبر. به سوی نمازگاه در زمان ما من مسجد، اونایی که در مسجد میخونن مسجد، و نمازگاه یعنی مسجد نیست. اصلا عید مستحب است که در نمازگاه خوانده شد. نمازگاه یه جایی که در آنجا عید گاه و نماز جنازه خوانده میشد. صحراها یه جای وسیع که مردمی بسیار را جای میدهد. مسجدها تنگ است، یعنی مسجدها اگر همه به نماز عید بیاید نمیبرد. بنابراین در یگان صحرا در یگان بلندی های وسیع اهل چندین مسجدهای شهر یک جای شده نماز عید میخوانند. این مستحب. به سوی نمازگاه تکبیر گویان رود. الله اکبر الله اکبر الله اکبر گویان رود. و یصلی الاضحى رکعتین کصلاة الفطر. نماز عید قربان را 2 رکعت میخواند مثل نماز فطری رمضان. و یخطب بعد خطبتین. بعد اینکه نماز خوانده شد 2 خطبه میکند. در نماز جمعه اول خطبه سپس نماز، اما در عیدین، در عید رمضان هم در عید قربان هم اول نماز سپس خطبه. یعلم الناس فیهما الاضحیه و تکبیرات التشریق. در خطبه عید قربان احکام قربانی و تکبیرهای تشریق را میفهماند که بعد نمازها باید الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد گوییم. یعنی امروز از نماز بامداد شروع کردیم روز عرفه و این دوام میکند تا 4مین روز عید. در 23 نماز تکبیر میگوییم. نام این تکبیرها تکبیر تشریق. احکام قربانی را امام به مردم در خطبه عید بیان میکند. فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في يوم الاضحى. اگر عذر پیدا شود، عذر پیدا شود که مردم از نماز عیدخوانی منع کنند، مثلا یه نوع باران شد که هیچ کسی به کوچه برآمده نمیتواند، مثلا یا یک شمال شد که کسی برآمد گرفته میرد، مثلا در این صورت ها به نماز عید نمیبرند چون که ضرر دارد. در این صورت امروز که نبرآمدن صلی العید من الغد، عید را پگاه میخوانند و بعد الغد اگر پگاه هم امکانیت نشد فردای دیگرش یعنی 3مین روزش میخوانند. ولا یصلیها بعد ذلک. اگر همین در 3 روز هم برآمده خوانده نتونن بعد این دیگه عید نمیخوانند، یعنی عید ساقط میشد. و تکبیر التشریق اوله عقب صلاة الفجر من یوم عرفه. تکبیر تشریق اولش عقیب نماز بامداد روز عرفه، یعنی همین روز. و آخره عقب صلاة العصر من یوم النحر عند ابی حنیفه.
آخرش در نماز عصری روز عید در نزد امام ابو حنیفه، یعنی پگاه در نزد امام ابو حنیفه تکبیر تشریق در نماز عصر تمام میشد، 8 نماز میشد. وقال ابو يوسف ومحمد رحمهم الله يكبروا الى آخر صلاة العصر من آخر ایام التشریق. ابو یوسف و محمد رحمت الله علیهم اینها گفتند که تکبیر میگوید تا نماز عصری آخری روزی ایام تشریق، یعنی 23 نماز. و مذهب همین قول قبول کرده است. و تکبیر عقب الصلوات المفروضات، تکبیری که در عقب نمازهای فرض گفته میشد، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. این بود بعضی از احکام نماز عید قربان. الله سبحانه و تعالی برای هر یکی ما و شما علم نافع و عمل صالح عطا بنماید. والله اعلم.